رازهای منطقه 51، جایی که حقیقت فاش نمی‌شود. یک پایگاه فوق سری در وسط بیابان‌های نوادا. هیچ کس حق نزدیک شدن ندارد و کسانی که بیش از حد کنجکاوی می‌کنند ناپدید می‌شوند. اما داخل منطقه 51 چه چیزی مخفی شده؟ آیا اینجا فقط یک پایگاه نظامی معمولیه یا واقعاً بشقاب پرنده‌ها و موجودات فرازمینی در آنجا نگهداری می‌شوند؟ شواهدی که دولت آمریکا نمی‌خواهد شما بدانید. حادثه رازول 1947، یک چگه پرنده ناشناس سقوط کرد و دولت بلافاصله تمام مدارک را پارک کرد. اما آیا واقعاً فقط یک بالون هواشناسی بود؟ افشاگری باب لازار، مردی که ادعا کرد در یک مرکز مخفی نزدیک منطقه 51 روی تکنولوژی بیگانه‌ها کار می‌کرده. او درباره عنصری ناشناخته صحبت کرد که بعداً واقعاً کشف شد. نورهای عجیب در آسمان. مردم محلی سال‌هاست که اشیاء پرنده‌ای با سرعت غیرممکن را در نزدیکی منطقه 51 دیدند، اما هیچ توضیح رسمی وجود ندارد. تدابیر امنیتی شدید. هیچ هواپیمایی حق عبور از منطقه را ندارد. دوربین‌ها، سنسورها و نیروهای مسلح حتی از فاصله چند کیلومتری هم مراقب هستند. چرا این مکان اینقدر محرمانه است؟ منطقه 51 چه رازی را پنهان کرده؟ احتمال اول، این فقط یک پایگاه تحقیقاتی فوق سری است که روی تکنولوژی‌های آینده کار می‌کند. احتمال دوم، واقعا شواهدی از موجودات فضایی و یوفوها در آنجا نگهداری می شود. احتمال سوم، شاید چیزی فراتر از آنچه تصورش رو می کنیم در حال رخ دادن است. حقیقت هر چه باشد، یک چیز مشخص است: دولت آمریکا نمی خواهد شما از آن باخبر شوید.